طبقه‌بندی آرماتورها از نظر شکل پذیری دوستان صفحه 63 کتابته میگه آقا یا اینا S240 اما نیمه سقف خودش یک خانواده است. S340 S350 S400 و S420 اینا همشون تو خانواده نیمه سقف هستن. یکی از جدولای خیلی مهم که فکر کنم من آوردمش اینه، یکی از جدولای خیلی مهمی که سوال ازش میاد، الان سوال ازش حل خواهم کرد اینه دوستان، میاد انواع رده های آرماتور رو به شما تو این جدول میگه. نکنید از S440 دارم تا S520 دوستان، اینایی که سی جلوشا نگاه کنید، این مثلا S530 این آج 500 سرد که میگه اینا آرماتورهای گرم نوردیده نیستن، اینا اصلاح شدن سردن بهشون میگن. خب بعد میاد اینجا چی میگه؟ این تقسیم بندی در برداشت رده آرماتورها بچه ها این تقسیم بندی اروپایی شونه. این مشخصات علامات مشخص آرماتور این تقسیم بندی ایرانیه که مثلا چرا به این میگه سین 240؟ چون این ساده آج نداره، بقیه میگه آج. ایران اینطوری تقسیم بندی کرده، همه آج دارن. حالا اینجا هم می‌نویسه کدوم آجدار مارپیچه، کدوم آجدار جناقیه، کدوم آجدار. دوباره این طبقه بندی آرماتور از نظر شکل پذیری هم که یا نرمن یا نیمه سختن یا سختن هم که اینجا آورده. یکی دیگه این بچه مقاومت کششی حد، بچه مقاومت کشی حداقل میشه FAU با FAY اشتباه نگیرید تا FAU حداقل بر اساس مگاپاسکال FAU، این FAU حداقله. اینجا هم تو جدول آورده سوال میکنن از تو تنش حد تسلیم به حسب مگاپاسکال بچه ها حداقلش همیشه مبنای محاسبات ماست که اینجا آورده که یه چیز خیلی جالب بگم، عددی که جلوی اسا میاد همون چیه تنش تسلیم حداقل. یا کن ای 240 ای 340 ای 350 ای 400. حالا حد اکثر هم اینجا داریم. یکی دیگه از موادی که سوال امتحان میکنن دوستان کرنش گسیختگی به حسب درصد اپسیلون یو که بعد میاد دو تا نمونه طراحی میکنه، میگه نمونه A5 نمونه A10. حالا ما باید بدونیم نمونه A5 و A10 چیه. فکر کنم اینجا گفتم بله. میگه انتخاب یکی از طول آزمون‌های A5 و A10 برای تعیین کرنش گسیختگی کافی است. در صورتی که طول آزمون میگه در سوال داده نشود. این الان کجاست؟ این زیر جدول 64 کتابتونه. طول آزمون حداقل نمونه یعنی طول آزمون L0 میگن برای A5 L0 A5 5 برابر قطر آرماتوره. باید ملاک قرار گیرد و طول آزمون A5 5 برابر قطر آرماتور و طول آزمون A10 L0 یعنی طول L0 A10 میشه 10 برابر قطر آرماتور. میگه اگرم طول نداد شما همیشه A5 رو ملاک قرار بده، یعنی چیکار کن؟ یعنی 5 برابر قطر رو بیا L0 قرار بده. خب حالا این چی بوده؟ میگه آقا ما اومدیم حالا کرنش چیه دوستان؟ کرنش یعنی اپسیلون یو میشه طول اولیه منهای طول ثانویه بخش بر چی بچه ها؟ طول اولیه که ما همیشه به این میگیم دلتا ال بخش بر L0 که اینجا میگه این اپسیلون میگه حداقل یعنی بزرگتر مساوی با اینه. حالا چرا این اعداد بزرگه؟ ضرب درصدش هم کرده درصد نوشته. خیلی هم دوستان مورد سوال قرار گرفته. همین جدول، این جدول مهمه و یه جدول بعدی که خدمتتون توضیح میدم. یکی دیگه از بندها فکر کنم همینجا من آوردم. حالا این هم بخونیم. ببین دوستان کرنش گسیختگی آرماتورها رو ما یه جای دیگه هم داریم. کرنش گسیختگی آرماتورها عزیزان توجه داشته باشین توی صفحه 485 485 کتابتون نوشته کرنش گسیختگی آرماتورها. کرنش گسیختگی آقای مهندس میگه اون مقدار ازدیاد طولیه که وقتی اون ازدیاد طول در آرماتور به وجود میاد آرماتور پاره میشه.
شما وقتی این آرماتور رو تحت آزمایش کشش قرار میدی، این آرماتور فقط فرض کنید از ایقد به ایقد تبدیل میشه و پاره میشه. کرنش گسیختگی یعنی حد اکثر ازدیاد طول آرماتور زمان پارگی. گرفتی قربان دارم؟ خب یک جدولی داره دوستان، کرنش گسیختگی یه جدولی داره اینجا، این آشا. این جدولی که الان من براتون آوردم جدول صفحه 485 کتابه که خیلی سوال اومده. صفحه 485 مبحث 9 دوستان در رابطه با چی میگه؟ کرنش گسیختگی. میگه حداقل کرنش گسیختگی آرماتور در آزمایش کشش. اینا دقیقا توضیح داده. کرنش دیگه، کرنش همیشه میگن اپسیلون یو اسمش کرنش گسیختگیه. کرنش میگن، کرنش گسیختگی هم میگن. خب میگه خیلی سوال بوده. خب این چیه؟ میگه اپسیلون 10 و اپسیلون 5. حالا اپسیلون 10 اپسیلون 5 چی ان؟ اینجا توضیح دادم بهتون. میگه کرنش گسیختگی آرماتور به عنوان ضابطه شکل‌پذیر آرماتور در دو طول آزمون A10 و A5 که طول آزمون A10 میشه به ترتیب 10 برابر قطر آرماتور و 5 برابر قطر آرماتور با اپسیلون 10 و اپسیلون 5 نشان داده میشد که مقادیر حداقل اپسیلون 10 و اپسیلون 5 در جدول ذیل آمده است. حالا دوستان ببین گوش کن. خب آیه مهندس بعد گوش کنی. خب احتمالاً تو بتون نخوندی. ترجیح میگم شاید نه این خلاصه پردازی که من دارم میکنم خب این حجمی که تو بخوای بیاد بگیری بعد بیای کتاب گام به گام از اول بگیری. من جوری دارم میگم که بتونم جمع‌بندیش کنم، اونهایی که درس خوندن بتونن کمکشون کنم و این نمیشه بتون رو از اول تا آخر گفت. ببین دوستان میگه مثلا من اومدم این طول اولیه رو چیکار کردم؟ A5 گرفتم. یعنی چی؟ یعنی اگر آرماتور من قطر مثلا آرماتور من 10 5 یعنی این طول آزمون چقدره؟ تو این سوال امتحان کار داره بدن. آزمون آرماتور با قطرش 10 طول A5ش میشه چی؟ میشه 5 برابر 10. حالا فرض کنید 10 میلیمتر دیگه میشه 50 میلیمتر. این 50 میلیمتر رو میکشنش مثلا 55 میلیمتر میبره. بعد میان این کرنشه رو حساب میکنن. الان اسم این کرنشه چون مبنای A5ش میگن اپسیلون 5. خب حالا چی شد؟ میگه طول ثانویه منهای طول اولیه بخش بعد طول. فرض کنیم یعنی چی؟ یعنی 55 منهای 50 تقسیم بر 50 ضرب در صدش بکنی باید حداقلش این بشه. اینجا دیگه ضرب در صد نکرد. این همون 18، این همون 15، این همون 12، این همون 8، این همون 10، این همون 16، این همون 18، این همون 25 که اینجا چون ضرب در صد نکرده گفته 18 صدم. میگه بعد حد اینجا نوع آرماتور رو مشخص کرده. گفته اگه S240 باشه ساده باشه، S340 و S400 و S500 حداقل کرنشش باید این باشه.